اما بعد خبر کرداری از تو به من رسیده است که اگر کرده باشی پروردگارت را به خشم آورده ای و از امام خود نافرمانی کرده ای و امانت در دست خویش را خوار داشته ای. خبر دادند که سرزمین خود را روفته و آنچه در زیر پا و قلمروت بوده گرفته و هرچه در اختیارت بوده است خورده ای. حسابت را برایم بفرست و بدان که حسابرسی خداوند سترتر از حسابرسی مردم است. و سلام. و این نیز از یک نامه اوست به یکی دیگر از کارگزارانش. اما بعد من تو را در امانت خود شریک و تو را یار ظاهر و باطن خود کردم و به خاطر همدلی و همیاری با من و ادای امانت به من در خاندان من مردی در دلم مورد اعتماد تر از تو نبود. ولی همین که دیدی روزگار بر پسر عمویت سخت شد و دشمن در جنگ پا فشرد و امانت مردم خوار شد و این امت حزم و دوراندیشی را کنار نهاد و حامی خود را از دست داد، عهد پسر عمویت را شکستی و تو هم با جدا شدگان از وی جدا شدی و با خار کنندگان او را خار کردی و با خائنان به او خیانت ورزیدی و دیگر نه با پسر عمویت یاری و نه امانت را ادا کردی. بنابراین تا امکان کافی در خیانت به امت برایت فراهم شد یورش آوردی و شتابناک جهیدی و هرچه توانستی از اموالشان را که برای بیوگان و یتیمانشان کنار نهاده شده بود رو بودی، همچون گرگی تندخیز در ربودن بزی مجروح و فروشکسته. سپس آن غنایم را با آسودگی خاطر به حجاز حمل کردی، بی هیچ احساس گناه از به چنگ آوردن آن. واهی بر تو، گویی ارث پدر و مادرت بود که با شتاب به سوی خاندانت بردی. از خداوند پروا کن و اموال این گروه را به آنان بازگردان که اگر نکنی سپس خداوند تو را در دسترس من بگذارد، چنان تو را کیفر دهم که عذر من نزد خداوند گردد و بیگمان تو را با شمشیر خود میزنم که به هیچ کس نزدم مگر آنکه به دوزخ رفت. سوگند به خداوند اگر کاری که تو کردی حسن و حسین میکردند، از من نه نرمش میدیدند و نه به خواسته‌ای دست میافتند تا آنکه حق را از آن دو باز ستانم و باطل حاصل از ستمشان را از میان بردارم. به پروردگار جهانیان سوگند اگر برابر آنچه تو از مال مردم برداشتی من مال حلال می داشتم که برای پس از خویش به میراث نهم، شادمانم نمی کرد.